عبدالقادر رحیم عارف شاعر عاشق نویسنده سالکی بود که از سرزمین فریادهای منداخ آمده بود و دل پر از داغ آورده بود و خودش از منداخ ها می گفت و این فریادها در اشعار بسیار خوبش پیداست. اما گپ در این است که عبدالقادر رحیم از جمله اون شاعران و نویسندگان ممتاز تاجیک است که تا امروز شعرش و هم نثرش متاسفانه مورد نقد واقعی قرار نگرفته است. به نظر من عبدالقادر رحیم آشناترین شاعر تاجیک و ناشناخته ترین شاعر ماست. ما شعرهای او را که تفسیر میخواهند به درستی تفسیر نکردیم، شعر او را معرفی کرده نتوانستیم و نثرش را همچنین. همان گونه که شعر او جایگاه و مقام خیلی بلند دارد، نثرش هم همین گونه است. بنابر همین این شاعر است به نظر من که با اشعار جاویدانه خودش در ادبیات معاصر ما مقام و جایگاه خاص دارد و حتما محققان، اونهایی که در رشته ادبیات شناسی کار میکنند، بهای سزاوار و آثار این ادیب شادروان خواهند داد. عبدالقادر رحیم شخصی می باشد که تمام عمر خود را با فرهنگ و ادبیات بخشیده است و روزنامه‌نگار بی همتا است. در روزنامه جمهوریت کار کرد، دیگر جا نیست، فقط در روزنامه جمهوریت کار کرد. مثلا خب غیر از این با ادبیات شوق و هوس بسیار دارد، هم در نظم هم در نثر صاحب اسلوبی خاص می باشد. کتاب‌های بسیاری تألیف کرده است که مثلا با اسلوب مخصوصی خود خب زیادتر در اثرهایش حرکت میکند که مثلا مضمون‌های اخلاقی، فلسفی و مضمون‌های اجتماعی را چند من اثرهای و خصوصیت‌های پند اخلاقی، خصوصیت‌های اجتماعی دارند. شخصی هست که شخصی بود که مثلا در فقط با کاری نیک مثلا هدایت میکرد. خب کتاب‌های بسیاری تألیف نمود، جایش جنت باشد. خب نام عبدالقادر رحیم در تاریخ ادبیات، در تاریخ ژورنالیستیک تاجیک ابدی باقی میماند. من گپ زنم گریم میاد. همین خلاصه یک شتنی ادبیات تاجیک شکست افتید. یا غمونت باشید. قدرت گفتار نداریم باور کنید. نسبت همین انسانی بزرگ. یا مرد عارف بود، یا مرد فاضل بود، مرد بود. خدمتش بی‌نهایت در ادبیات معاصر بسیار است. هم مخبر، هم ژورنالیست، هم شاعر، هم نویسنده، تمام همین برخواه و شاهای ادبیات معاصر تاجیک در این فراگیر بود. اگر انسانی بود خاکسار زمینی، اگر مبادا شخصی محتاج یگان ضروریت کاری میشد برای حل کار، همه کارشو پرتر قفای میره. خیلی انسان بسیار کم انده بود. همشمول هم اکای عبدالقادر رحیم به معنای تامش یک آدم ایجادکار اصیل، یک ژورنالیست ورزیده، برجسته
یک شاعری بسیار نغز و نویسنده بسیار باریک نظر بودند و در برابر این انسان شریف، انسان واقعا تمام صفت‌های نیک انسانی در ایشان، در رفتار و گفتار و کردار و روزگار ایشان تجسم یافتگی بود. در همون آشانه پنجم شرق آزاد گژک که اداره روزنامه جمهوریت هست، کابینت اون کس برای ما یک چایخانه، یک مرکز محیط فرهنگی دو و یک محفل انسی دائمی بود که همه روزه یک ساعت معین وقت نصف روزی هم اونجا جمع میشد، از صحبت‌های ایشان بهره ور میشدیم، چون که ایشان یک آدم واقعا خیلی پرمطالعه، خیلی دانشمند، خیلی فرزانه بودند و صحبت‌هاشون همیشه آدم با آدم لذت میبخشید و با آدم یک دنیا معنی میبخشید و آدم قانع میکرد صحبت‌هاشون. برای همین من از ایشان خاطره‌های خیلی زیاد دارم، چند نوشتم، ولی با چند حال می‌نویسم باز خدا خواهد. لیکن یک چیز باید گویم که نمیدونم در روز مرگ استاد عبدالقادر رحیم اشک ریختن برای ایشان غصه خوردن شاید درست نباشد، چون که آقای عبدالقادر واقعا یکی از همین یک مسلمانی واقعی به معنای واقعیش بودن، یک مسلمانی که نمیدونم تمام همین صفت‌های نیکی خوبی یک مسلمان در روزگار، در کار، در زندگی ایشان تجسم یافتگی بود و فکر میکنم که یک مسلمان اصیل، یک مسلمان عادی، یک مسلمانی که خداوند دوست می‌دارد به دیدار خداوند می‌رود و با مرگ من فکر میکنم به آسانی تسلیم میشد، چون که به حیات ابدی، حیات جاودانی میپیوندد. آقای عبدالقادر هم به حیات جاودانی پیوستند و هم آثارشان به ایشان عمر جاودانگی میبخشد. کار روزگارشان برای همه ما نمونه عبرت است. جاشان جنت باشد، یادشان بخیر. استاد عبدالقادر رحیم من در اول راستی همچون یک ترانه‌نویس شیرین گفتار و شیرین سخن میدونستم که هر نوشتهشان بوی جوانی میکرد، بوی زندگی میکرد و از اول بعدی با ترانه آن کس آشنا شدن، بعدتر با شعرهای آن کس آشنا شدن و یکی از نثرنویسان، یکی از نثرنویسان و شاعران موفق ما بودند. بعدتر با نوشته‌های ژورنالیستی آن کس آشنا شدم و دیدم که همچون روزنامه‌نگار هم موقع خود را دارند و حرفی گفتنی دارند، مشکلی جامعه را میبردارند و راه حلش را هم نشان میدهند. یادشان بخیر. من فکر میکنم با درگذشت آن کس یک خالیگاه عظیم فرهنگی در جامعه امروزی تاجیکستان خیلی شد. امروز ما البته باعث یک دریغ و افسوس است که از چنین یک دوست هنرمند، یک دوست بسیار ارادتمند، یک دوستی که فقط انصاف، پاکی، پاکیزگی، راستکاری، عملهای خیر را همیشه هم ترغیب میکرد و خودش هم در همین راه بود، ما اونا برای آخرت وصل میکنیم. در برابر این امروز ما به نظرم قرض ما است که چند حرف ذکر خیر گفته باشیم درباره عبدالقادر عزیز. من میخوام در اینجا عبدالقادر که سالهای سال در روزنامه جمهوریت بسیار فعال کار کرد، خوب کار کرد، اونجا همه عنوانا رو هم گرفت، به نزدیکی روزنامه جمهوریت 100 ساله شد. در قطار که محرر محترم ما اولین نشان همون 100 سالگی روزنامه جمهوریت در قطار دیگران با عبدالقادر سپردن. در اینجا تئاتر شناس، روزنامه‌نگار بسیار نمایان ما، مدیر شعبه ادبیات و فرهنگ روزنامه جمهوریت محمد نور تبری حضور دارند. من میخواهم که چند سخن گفته باشند. مرحمت محمد نور. میمیرد یک منزل تاریک می شود، اما وقتی که شمع زندگی یک دانشمند، یک ادیب خاموش می شود، جامعه را وحشت فرا می گیرد و واقعا هم استاد عبدالقادر رحیم یک چراغ فروزان بودند که معنویات والا، اخلاق حمیده و ارزش‌های مهم دینی و
اخلاقی و همون نیاگان ما رو به ما تلقین میکردن. ما وقتی که درباره جمهوریت گپ میزنیم، اون چیزی که بیشتر تاکید می شود به صفت یک مکتبی بزرگ معنویت، آدمیت و دولت سازی و دولت محوری سخن می رود و امروز جمهوریت در سیمای عبدالقادر یکی از شاهستون‌های خود را از دست داد. این کسی یکی از نماینده های برجسته ترین همین مکتب بودند که در طول این 34 سال چند نسل روزنامه‌نگاران را تربیت کردند و آنها امروز کاری او را ادامه میدهند و وقتی که استاد امشب چراغ مرد میگویند و ما هم امروز با دهشت اینا با تمام هر رگ و پیوندمان احساس میکنیم، یک چیز دیگر ما را تسکین میبخشد که انمون شاگرداشون، انمون اندیشه هاشون، آن اثرهایی که خواستن سالهای آخر آفریدن یک جریانی نو در ادبیات تاجیک بودند که حالا تحقیق و خودشون طلب دارند. در تصوف وقتی که طالب به مطلوب میرسد این را شبی عروس میگویند. من استاد را با شبی عروس تبریک میگویم، راهشان را آسان بگردانند و خانه آخرتشان را روشن گردانند. من از نام تمام کارمندان جمهوریت به اهل خانواده‌شان تسلیت بیان می نمایم. خداوند به آنها و به همه ما صبر جمیل عطا کرده باشد و ما توانسته باشیم که اقلاً از 101 حصه آن خدمت بزرگی که استاد در رشد معنویات ملت کرده بودند کرده باشیم. روحشان شاد، خانه آخرتشان آباد. گواه بزرگی نهال، خیرت بزرگ، همه صفت‌های نیک در راستای نام عبدالقادر میتوان آورد. ما در همین سالهای آخر به شرافت روزنامه جمهوریت بسیار سفر کردیم، در آزمون‌ها، در ملاقات‌ها به گوش‌های دوردست‌ترین ولایت‌ها می‌رفتیم و اکثر وقت خوشبختانه ما در یک ماشین همراه شده بودیم و با عبدالقادر یگان وقت زغ نمی‌شدیم. او از همین ساعت‌ها صحبت می‌کرد و صحبتش پر از خرد، ظرافت، پر از همین دانش، علم، اون چیزایی بود که یک انسان اول بهره می‌بردارد. من بسیار دوست می‌داشتم همراه عبدالقادر سفر کردن، چون که می‌دانستم که من در این سفر بسیار سخن‌های تازه می‌شنوم، بسیار قصه‌هایی که نمی‌دانستم می‌شنوم و وی واقعا همچون شاعر، همچون یک سخنور. وقتی که ما سفرها کردیم دیدیم که بغیر از قابلیت ایجادکاری، شاعری، نویسندگی، عبدالقادر یک انسانی با وجود همون امکانات‌های جسمانی که داشت بسیار فعال بود، یک تشکیلاتچی بسیار فعال بود. در تمام همین آزمون‌ها یک حصه بسیار سزاوار خودش می‌گذاشت. ما یا از جمله عبدالقادر جلب می‌کرد به همین آزمون‌ها و شعر عبدالقادر می‌خوام دوستان گویم که من همین نزدیکی همین شب روز با مثبت انجمن اتفاق نویسنده یک پژوهش شعر معاصرانه گذراندم، یک چیزام نوشتم. من برای خودم کشف کردم، برای دیگه خواننده‌هایم که عبدالقادر یک سبک نامانای دیگران، این در ایجادکاری این بسیار چیز مهم است که ایجادکار، نویسنده، شاعر سیمای خودش در سخن ایجاد کند. به هر کس، حتی به هر استعداد این میسر نمیشه. عبدالقادر بسیار کوشیده است یک طرز دیگر، یک نامانای دیگر را ایجاد کند، شعر گوید و به این میسر هم شده است. من این اونجا قید کردم، نشون دادم. من سخن زیاد نمی کنم، جایش خالی میموند. این خیلی شخصیت، این خیلی یک انسانی شریف، انسانی که همه دوست می داشتن، همه از بهره می بردن، متاسفانه جای وقت خالی میموند. انا همون تبسم ملایی که با خودش داشت با خودش میبرد، بلکه نمیبرد، بلکه در شعرش، در سخنش، در ایجادیاتش میماند. و همون سخنی که گفته بودن شاعران را نگذارید نبوسیده به خاک، انا همین مورد بسیار موافق است در نسبت عبدالقادر. و
یک شاعر کلاسیک ما میگوید که وضع اون کس خوش که چون برق از گریبان وجود سر برون آورد و بر وضع جهان خندید و رفت. همین زندگی عبدالقادر مثل همون برقی بود که یک درخش خاصه خودش گذاشته رفت. الوداع برادر عزیز. دوستان عزیز، البته دریغ است، ما چند روز این دیگر سوز و فراق دریغ است، لیکن عبدالقادر در زندگی بسیار انسانی چنان عرض کرده فروتن، خاکی، خاکسار و دوستنواز بود. تمام از دین باز من دیدم تمام همه همدرساش، همکرساش، یار و دوستاش همینجا پر کردن امروز هم همه اونا آمدن برای ویدای عبدالقادر. حاضر در این محفل ما همدرس، همکرسی عبدالقادر پروفسور شمس‌الدین صالح حضور دارند. من از شمس‌الدین خواهش میکردم که سلام باشد. برای من در این مورد حرف گفتن بسیار دشوار است، چون که از سال 79 من عبدالقادر را میشناسم و سالها در یک خانه زندگی میکردیم، در یک کورس میخواندیم و تا آخرین روزهای با هم دیگر نزدیک بودیم. در همین محله هم همسایه بودیم با عبدالقادر و در شهر عبدالقادر من یک چیز احساس کردم که عبدالقادر چون یک فرشته در کار بودی، انسان آمد و چون فرشته رفت. بسیار زندگی پاک، حلال. در طول همین دوره آشنایی من یگان بار ندیدم که عبدالقادر با یک کس حرفی نامناسب گفته باشد. به همین خاطر همه دوست می‌داشت. زندگی عبدالقادر، پیکار عبدالقادر همش یک مکتب بسیار بزرگی انسانی و رسالت‌های انسانی از خودش باقی گذاشت. برای همین زندگی عبدالقادر برای هر یکی ما نمونه است و من از نام همه همکرسا با پیوندان عبدالقادر اظهار تسلیت میکنم. من گمان میکنم که عبدالقادر آدم بهشتی است و جایش در بهشت انیق است و راهش سفید باشد. کارمند مسئول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شاه در اینجا حضور دارند و ما اینا را خوش آمدید میگویم از نام اهلی خانواده، از نام همه اینا ما شما را سخت خوش آمدید میگویم که به خاطر یک انسان خاکی بچینیم. و البته در اینجا من میخواستم که از نام اهلی پیوندها خانواده دادر عبدالقادر در اینجا حضور دارند چند سخن بیان و همین بعد من به همه شما استادان، پیوندان، پیش تباران، اهل قلم و دوستانی برادرم شامده میگویم. برادرم چند سال پیش کتاب یک بزم ربانی کنیم، امروز بزم ربانی برادر ما است و شاد باد برادر است. دوستان عزیز، یعنی خیلی انسان یک فاصله عمر دارد، میرود، لیکن البته انسان‌های مثل عبدالقادر یک انسان عارف بودند، انسانی بودند که از تمام چیزهای با خبر بودند. بعد از وفات تربت من در زمین مجو، در سینه های مردم عارف مکان ماست. همه عبدالقادر عزیز ما، دادر عزیز ما از همه قبیله است. خداوند سفر آخرتش نیک کند، خانه آخرتش نورانی و روشنستان باشد. چیز دیگر ما از این فرصت چی نداریم، همه ما دعا میکنیم که سفر آخرتش نیک باشد. شاد یا جنت بگردانید در دل فرزندان، پیوندان، خویش اقربا، همسبقا، دوستان در این مصیبت خیلی وزن سنگین خداوند صبر جمیل و اجر عظیم عطا بگردانید. ربنا آتینا فی دنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب القبر و عذاب النار و عذاب اليوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار برحمتك يا
بسیار آدمی پاکیزه و دانشمند نانش حلال کرده میخورد نماش در وقت سرمحاری پایه اعتماد ما بود چیزای مرکب همه ایجاد میکرد بسیار خوب میافد باور که یک دودر میدانیستش همکار نیست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون همه ما از خدا هستیم بازگشت همگیمون به سوی خداست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظیم الله میگوید هر یک نفس چشنده مرگ است هر جسمی که در او روح هست این نفس میگوید همه نفس پروردگار میگوید مرگ میچشد هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود غیر پروردگار در این دنیا هیچ کس حیات ابدی ندارد هیچ کس حیاتش جاودانی نیست یگانه ذاتی که حی است قیوم است نمیمیرد این پروردگار است همگی من خواهیم نخواهیم از این دنیا میرویم خواهیم نخواهیم این مرگی که این برادرمان چشیدن من هم میچشم خود شما هم میچشید دیگرها هم میچشم حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافتشان میگوید وقتی که جنازه خبرشان میکردن حضرت میگفتن فلانی وفات کرده است حضرت در امروز صدای مرگ فلانی و گوش در حقش دعا دیگر این چیز ما در برابر این قصد در جنت نصیب شان گردانم خداوند توفیق دعا کردن در حق پدر برایشان نصیب بگردانم امید یا رب العالمین و دیگر برادر عزیز از جانب این صاحب میت برادر همگی میهمانان را که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده اومده همگیتون را خوش آمدید میگوییم خداوند در قدمهاتون اجر و پاداش نصیب گردانم و خداوند همون قراتی که در برای نماز جنازه ادا کردن به واسطه پیامبر برای ما وعده داده است خداوند همون قرات در نامه اعمالتان حساب نگردانم آمین یا رب العالمین برای هر یک انسان برادر عزیز دو حق است حق الله و حق الحق و اون حق الله نماز و روزه و دیگر عبادات و این شخصیت همگیتان میدونید که شخص دیندار و خداترس و حتی لحظه‌های اخیرشم و کجاشان خیلی رفیقن خطیب و پیروز آمدن گفتن وصیت اخیرشان همین بود که من خطیب عادی مردم بمانیم این نشانه خاکساری هست که حتی بعد مرگ فکر میکند که من چگونه وصیت میکنم من چگونه دفن کنیم من کجا دفن کنیم نمیخوام با شکوه و با دبدبه میخوام عادی مثل عادی مردم یکی پدرم خیلی دیندار از این وصیت میکنم عادی مردم خداوند مهربان عبادتش قبول نماند هیچ کس بی‌تعبدی نیست تعبدی‌هاش بخونه به آتش آب می‌فرماید خداوند سفرش را به خیرتر گرداند بفرستش به جنت الفردوس فتنه‌ای که در داخل قبر میشود پروردگار کافی و بش گرداند خداوند همگیمان پدر و مادرهای همگیمان گذشته‌های همگیمان مغفرت بفرماید وعلى جسده الأجناد وعلى قبره وعلى آله وصحبه وخليله